آنکه درگیری میان امریکا و اسرائیل با ایران در جریان است، رئیس جمهوری ایالات متحده تا 2 یا 3 هفته آینده عملیات نظامی خود را در ایران پایان خواهد داد و مسئولیت تنگه هرمز را به کشورهای دیگر واگذار می‌کند و ای افزوده که کشورهای خلیج فارس برای تامین منابع خود باید تلاش کنند. We'll be leaving very soon, and if France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the strait. ما به زودی خارج خواهیم شد و با رویدادهای تنگه هرمز هیچ کار نخواهیم داشت. سایر کشورها اگر از خلیج فارس نفت و گاز می‌خواهند، خودشان باید آن را فراهم کنند. در همین حال وزیر امور خارجه ایران گفته است که با پایان جنگ در ایران باید درگیری در تمام منطقه نیز پایان یابد. او تاکید کرده است که جمهوری اسلامی خواهان سال در منطقه است و امریکا اسرائیل پیش از آنکه زیان بیشتر را متحمل شوند باید به گونه دائمی از درگیری دست بکشند. از سوی دیگر ترامپ گفته است که واشنگتن اگر توافق با ایران حاصل کند یا نه از درگیری با این کشور خارج خواهد شد و ای افزوده که این اقدام زمانی صورت میگیرد که تهران توان دستیابی به سلاح هسته‌ای را نداشته باشد. But in a fairly short period of time will be finished. They will not be able to do a nuclear weapon for years. And when they آمریکا از ایران خارج خواهد شد، چه توافق صورت بگیرد یا نگیرد، زمانی که مطمئن شویم ایران دیگر قادر به ساخت سلاح هسته‌ای نیست. در همین حال نخست وزیر اسپانیا میگوید که امریکا اسپانیا را وارد درگیری در کشور عراق کرد برای نابودی صدام حسین و از بین بردن سلاح هسته‌ای، اما هیچ سلاحی وجود نداشت. جنگی که گفته میشد برای نابودی سلاح‌های صدام حسین و آوردن دموکراسی است، اما هیچ سلاح هسته‌ای در عراق پیدا نشد. شما 2 بار به ما دروغ گفتید. وزیر امور خارجه ایران درباره احتمال حمله زمینی ایالات متحده هشدار داده است که نیروهای آمریکایی در چنین جنگ با تلفات سنگین و شکست جدی روبرو خواهند شد.